امام صادق میگه انا ابن ابراهیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیمم، من پسر ابراهیم. پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی و بر این کار قادری. حضرت ابراهیم کعبه رو درست میکنه، برای مردم دعا میکنه نه برای خودش. دعا کردن ابراهیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدا یه پیامبری از خودشون براشون قرار بده. این یه پیامبری که درکشون کنه. میگه آقا یکی باشه خودشون باشه. دعای حضرت ابراهیمه که درکشون کنه. پیامبر فرمود من دعای ابراهیمم، من استجابت دعای ابراهیمم، من اون پیامبریم که از خود مردمم. امیرالمومنین وقتی به حکومت میرسه رفتاری رو از خودش نشون میده. تو زندگی عادیش همیشه ساده زیسته، ولی وقتی خلیفه میشه به شدت اینو رعایت میکنه، انقدری که یه دست لباس داره. رفتید رو منبر داره لباسشو تکون میده، حضرت گفت چی کار میکنید؟ آقا فرمود که من شستم اینو تنم کردم، همین یه دست لباس دارم، بعد دارم تکون میدم خوش بشه. چرا؟ میخواد از سطح پایینتر جامعه پایینتر زندگی کنه که همیشه اونو درک کنه. با اینکه علی از نظر معنوی معرفتی شاید نیاز نباشه پایینترین سطح جامعه بشه تو درکش کنه. علی اگه رو تخت طلا هم بشینه میفهمه اون که غذا نداره بخوره تو چه حالیه، حالشو درک میکنه. ما اینجوری نیستیم، ولی علی این مدلی هست. با این حال امیرالمومنین کاری میکنه که بشه یه کسی از خود مردم و یه لول پایینتر، از پایینترین سطح جامعه. این تو طول این 4 سال و نیم هیچ وقت کسی علی رو ندید بگه خوش به حال علی، هیچ وقت. یعنی هر کس از امتش علی رو دید گفت خوش به حال خودم، با باز وضع ما از این بهتره. ببین خدا به پیغمبر نمیگه به مردم بگو دروغ نگن، میگه کاری کن دروغ نگن، راستگویی رو یادشون بده، تبعات راستگویی رو به 0 برسون تا مردم جرأت کنن راست بهت بگن. مردم مجبور نشن دروغ بگن. از ترس دروغ نگن، از طمع دروغ نگن. تملق نخر، کسی برای تملق تو، برای رسیدن به یه پست و عنوان کنار تو دروغ نگه. کاری کن که مردم نه از ترس نه از طمع دروغ نگن. اینو از پیغمبر میخواد، تربیت جامعه رو. میگه یه پیامبری بیاد از جنس خودشون قرآن رو براشون تلاوت کنه. یعنی چی؟ یعنی با زندگیش کاری کنه مردم قرآن رو بفهمن. میگه پیغمبر اگه میخوای دست مردم رو بگیری، مردم با بخشنامه درست نمیشه. پیامبر پادشاه میتونه ابلاغ کنه، چیزی درست نمیشه با ابلاغ، با دستور. از بالا اتفاق نمیفته، همه اتفاق از پایین میفته. تو بشو یه کسی مثل مردم و معلم مردم. معلم زبون امر و نهیش کوتاهه. معلم داره تربیت میکنه، نمیگه این کارو بکن اون کارو نکن. قانون گذار نیست، معلم تربیت کننده است. با قانون گذار فرق میکنه. پیامبر 13 سال تو مکه بوده. این 13 سال نماز واجب نبوده، روزه واجب نبوده، حج واجب نبوده، زکات واجب نه، احکام همش مال مدینه است. مسلمونایی که نه نماز میخونن، نه خمس میدن، نه زکات میدن، نه حج دارن، نه هیچی ندارن، اینا چه مسلمونایی؟ میگه خب باشه، مرحله اوله، بذار بشناسن خدا رو. بس اول خدا رو ببینه، خدا رو بشناسه، عاشقش بشه، بخواد سمتش بره، یه 2 تا قدم هم ورداره ببینه نمیشه، بعد بگه یه راه نزدیک سراغ نداری بگیم راهش اینه. پیامبر یه معلمه، امام صادق یه معلمه. ولی متاسفانه چهره‌ای که ما از امام صادق درست کردیم چیه؟ میگه این کارو بکن اون کارو نکن. امر و نهی درست کردیم ازش.
خود قرآن 6200 خورده آیه داره. این آقایون علما آیات الاحکامشو که جدا کردن، یعنی آیاتی که احکام شرعی توش شده 500 تا، یعنی حدود 6000 آیه قرآنه که هیچ امر و نهی توش نیست، راجع به هست و نیست صحبت میکنه، نه راجع به این که این کارو بکن اون کارو نکن. 5000 خورده ای، حالا گیر ندم به 200 تاش. تازه همون جایی هم که پیامبر یه حکمی داده احکام شریعت، اینا یک حقیقتی داره پشت پردش و ما به اونا اصلا دقت نکردیم. اغلب قرآن، اکثریت قرآن راجع به این کارو بکن اون کارو نکن نیست، بخور نخور، ببین نبین، بپوش نپوش نیست. 5-6 هزار آیه داریم راجع به هست و نیست عالمه. پس چرا قرآن یه چهره ازش درست کردیم، چماق ازش درست کردیم که این کارو بکن کار نکن، کردیم تابلو راهنمای رانندگی، چراغ قرمز؟ نه آقا، این قرآن یه بخش کوچیکیش راجع به احکام، عمده‌اش راجع به تفکرات، راجع به معرفت هاست، معنویات، راجع به اخلاقیات، چیز دیگه ای گفته. 6000 آیه قرآنه که هیچ امر و نهی توش نیست، راجع به هست و نیست صحبت میکنه. حضرت ابراهیم کعبه رو درست میکنه، برای مردم دعا میکنه، نه برای خودش. دعا کردن ابراهیم، ببینید چجوری دعا میکنه. دعا کردن ابراهیم: پروردگارا، آنها بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی. میگه خدایا اونایی که از من تبعیت کردن که با من، حسابشونو با ما، با هم دیگه، با همیم دیگه ما. خب اونایی هم که به من عصیان کردن، تو خودت غفور و رحیم، خودت میدونی، خودت و بندهات. من نتونستم دستشونو بگیرم، خودت دستشونو بگیر. چجوری؟ با غفران و رحمت. پس چرا نگفت نیست و نابود و سرکوب و منکوب و ذلیل و به دست ما نابود و به درک اسفل من النار صادر؟ و چرا اینجوری میگه؟ چرا نمیگه اینجوری؟ ابراهیم بلد نیست یا ما یه چیزیمون میشه؟ ما ظاهرا یه چیزیمون میشه، ما یه چیزیمون میشه. 114 تا سوره داره قرآن، 114 تا بسم الله داره. سوره توبه هم که بسم الله نداره، یه جا دیگه خدا اضافه کاری کرده، تو سوره نم یه بسم الله آورده. خدا بلد نبود بگه بسم الله القاسم الجبارین، چرا گفت بسم الله الرحمن الرحیم؟ ما یه چیزیمون میشه. ابراهیم مریض شد از قصه عذاب قوم لوط. خیلی مریضیشم شدید شد که چرا قوم لوط عذاب شدن. ابراهیم مریض شد. خدا اسحاق رو در سن پیری به حضرت ابراهیم داد، بچه‌ست دیگه، دلربایی کنه، آرامش بگیره ابراهیم از قصه عذاب قوم لوط. حال ابراهیم اینه. اون وقت ما یه بچه 17 سال و 8 ماهش تو ترافیک یه دعوایی میشه، قوی ترین مرد جهان ماشین پیاده میشه، این بچه هم میترسه، با چاقو میزنه تو گردنش. 2 تا قصه رو دلمون میذاره. اولا قهرمان جهان رو از دست میدیم، یه آدم ورزشکار باحال، یه آدم خوش اخلاق مفید واسه جامعه. از اون ور یه بچه 17 سال و 8 ماهه میشه قاتل. بعد حکم براش چی میدن؟ اعدام. میبرنش تو میدون اعدام که اعدامش کنه. مردم جمع شدن. معرکه‌ای به پا بود. هزاران تماشاچی که دمدمای صبح اینجا در خیابان گلزار کرج، همان محل وقوع قتل، منتظر حکم حدود 5 صبح اجرا شد. متهم به قتل روح الله. گزارش خبرگزاری‌ها رو برید بخونید. میگه از ماشین پیادهش کردن، مردم شروع کردن بهش فحش دادن. یه بچه 18 ساله برای چی؟ فوش باید بهش بدید، سوت باید بزنید، کف باید بزنید، هم باید گریه کرد برای دولا داداشی، هم واسه این، واسه اینکه این بچه 18 ساله اینجوری شده و توقع این بود که این بچه رو ببخشه. بچه‌ست واقعا، قاتل نیست، با نقشه نیومده بوده که. حماقت. چرا پادار یه نفر ما نخندیم؟ هم جنسگرایی، این فرار از مسئولیت. اینا وقتی عذاب شدن، ابراهیم اونقدر ناراحت میشه که خدا اسحاق رو براش تو سن پیری قرار میده که قلب پیامبرش آرامش پیدا بکنه به لبخندهای اسحاق. خدا میگه ابراهیم با ما مجادله کرد سر عذاب قوم لوط، که نه چرا؟ برای چی آخه؟ این چه دلی داشته ابراهیم؟ یجادلنا فی قوم لوط. این آیه دیوونه میکنه آدم.
مست میشه آدم. خدا چی حال کرده، خدا ذوق کرده. میگه آی عالم بدونید ابراهیم سر قوم لوط با من مجادله میکنه. خدا حال کرده با ابراهیم، ولی ما رو محروم کردن. ما خودمون رو محروم کردیم. 6000 تا آیه قرآن رو گذاشتیم کنار، بهش توجه نمی کنیم، ازش حرف نمیزنیم. اسلام فقط حجه، فقط زکات، فقط روزه است، فقط خمسه. اینا که احکام، اینا که طریقه. اول بیا بگو کجا میخوای ما رو ببری. اونی که میخوای بریم ببینیم چه شکلیه، چه خصوصیاتی داره، چی کار است. یه جاده نگو واسه ما، بگو قله کجاست، قله چه آب و هوایی داره، چه خبره توش. عشق ایجاد بشه بعد. یه جاده نگو واسه ما. قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ریشه دینداری محبته. اون که به تو انگیزه میده واسه حرکت محبته. پیغمبر به مردم بگو من خدا رو دوست دارید، از پیغمبر اطاعت کنید. یعنی تا مردم خدا رو دوست نداشته باشن از پیغمبر اطاعت نمیکنن. یعنی قدم اول خداشناسیه، بعد ارتباط با خداست. خدا رو بشناسی. خدا رو شناختن تو زندگی باید خودتو بشناسی. فکر مستقل میخواد، خودت باید دنبالش بدی. با کلاس فلسفه که کسی خدا رو نمیشناسه که، با استدلال که خدا ثابت نمیشه که. 6000 تا آیه قرآن گشتیم زیر پامون، کلی حدیث امام صادق گشتیم کنار. برای چی؟ کی این کارو کرده با ما؟ چرا من نباید عاشق خدای خودم باشم؟ چرا نباید دوستش داشته باشم؟ چرا من نباید مثل ابراهیم دعا کنم؟ چرا ابراهیم دعاش اینجوری: خدایا هر کس از من تبعیت کرده که با منه، هر کس هم از من تبعیت نکرده حوالش به غفران و رحمت خودت. چرا ما اینجوری دعا نمی‌کنیم؟ چون حالمون حال ابراهیم نیست. عاشق خدا نشی عاشق مخلوقات خدا نمیشی، ادا در میاریم. نماز میخونیم راحت شیم، حج میریم ماهاجی شدیم، حاج فلان. ما میخوایم با احکام دینو پیش ببریم، نمیشه آقا. هر رو بدتر میشه اوضاع و داره میشه هر رو بدتر میشه از قبل. کسی هم نمیخواد فکر کنه، یکم که بخواد فکر کنه همه مانعیم که نذاریم فکر بکنه. ما چند بار مگه به دنیا میام که به مزاج دیگران زندگی کنیم؟ خودت باش، راحت باش، رها باش، آزاد باش. خودت باش. گیر و بند چیه؟ فکر کن بابا جون، فکر کن. من چرا نباید عاشق خدای خودم باشم؟ چرا نباید بشناسمش؟ چرا نباید راحت راجبش حرف بزنم؟ راجب دینم چرا نباید نظر بدم؟ چرا نباید فکر کنم؟ چرا نباید سوال کنم؟ چرا هزار تا از این چرا. این چه وضعیه؟ وقتی میشه که پاددار قاتل رولا داداشی قهقه خنده است، بعدش میگن میری انتظامی تشکر. این چه وضعیه؟ 124,000 پیغمبر اومدن، کسی عمر 100 از دنیا نره، هرمله از دنیا نره، شمر از دنیا نره، طلحه از دنیا نره، زبیر از دنیا نره. برای همین علی بالا سر جنازه طلحه و زبیر گریه کرد که چرا اینجوری رفتید؟ قشنگ نبود رفتنتون، کاش درست میرفتید. چرا صداقت ندارم با انسان ها؟ خب فکر کنید به این رفیق، فکر کن به این. جناب ابراهیم خدا بهش گفت اسماعیلتو ذبح کن. خدا میخواست ریشه ذبح فرزند در مقابل بت از بین ببره، چون توجه همه به ابراهیم بود اون روز. همه بت پرستان به ابراهیم توجه داشت. گفتم بیا خدا ابراهیم هم که بچه خواست ازش سر ببره. ندونستن که اصلا خدا اسماعیل رو نمیخواد، خدا دل کندن از اسماعیل رو میخواد. چرا؟ میگه ببین دل بستگی داشته باشی ممکنه برای این دل بستگی دلبند خیلی‌ها رو از بین ببری. بچه یه در به کشتن بدیم، دلتو ببر که سر کسی رو نبری. برای همین ابراهیم تا دل بریده بچهش دیگه چاقو کار نکرد. خدا گفت نمیبره که دل بکنی دیگه سر نمیبری. اونی سر میبره که دل نکنده. حالا بچهش یه بار واقعا بچهشه، یه بار حکومتش، یه بار موقعیتش، یه بار شهرتش. ولی کسی دل کنده باشه سر کسی رو نمیبره که. امام صادق میگه انا ابن ابراهیم. من فرزند ابراهیم، من پسر ابراهیم. بیدارباش.net